من محمد رضا. منم آیدا. به برداشت چهارم خوش اومدیم. اصلا ما اپیزود 3 رو ضبط کردیم و چی شد؟ خوب نشد. طلسم اعتقاد داری آیدا؟ نداشتم تا این اپیزود. این مایی اینجایی وقتی اینجوری تکون میخوره این پایین خیلی کمتره، بالا رو میبینی؟ درست. این علمیه ها. بله. من به یک حقیقت دیگه رسیدم. سرماخوردگی مرد و زن با هم فرق داره. شماها ضعیف‌ترین صرفا. یکی سرما بخوری یا اینکه یکی از انگشتات قطع بشه، کدوم انتخاب میکنی؟ محمد تو تون ماهی انگشت تو برید بعد داشتی پس میافتادی. خب درودی فرمان. سلام علیکم. درود بر شما. درود سلام بر شما. سلام. خوب هستی؟ قربونت برم. تو خوبی؟ خیلی نبودیم. خیلی نبودیم. خیلی. فکر کنم ماه یک شد؟ ماه شد. آره که نبودیم. آخ این بده. سیما خیلی چیکار بده. میکنی بابا؟ سیما برو پایین بسرم. برو. ما یه سیمایی داریم که داره کمدو باز میکنه. آره. خب اول از هم بگم که اگر ما رو نمیشناسید میتونید برین قسمت اول و دوم ببینید. هیچ کمکی در شناخت ما نمیکنه قطعا، ولی باعث میشه که ما ویو هامون بره بالا. خب الان یه نزدیک یک ماه نیستیم. آره و انقدر اتفاقای فکر کنم مشخصه که یه ماه نیستیم. کلا من با یک ظاهر جدیدی تو این اپیزود ظاهر شدی. قراره همه اینا رو بگیم. توضیح بدیم. یه چی شده دوه. آره. در واقع یک چی شد قسمت دوم. آره. هر اپیزودمون چی شده ورژن‌های مختلف. آره دقیقاً. اصلا ما اپیزود 3 رو ضبط کردیم. آره اپیزود سوم در واقع ضبط شده بود. یعنی دقیقاً رو همون روتینی که داشتیم هفته یه بار میرفتیم اپیزود 3 رو ضبط کردیم. آره. و چی شد و خوب نشد. آره و خوب نشد. آخه یه بحثش بود. یه بحث دیگهش بود که خیلی اتفاقات افتاد. ما قسمت سوم ضبط کردیم، موضوعش هم انتخاب کردیم. آره. تو بحث ادیت بود، کار داشت میرفت جلو. بعد متاسفانه مادر بزرگم فوت شد. آره. روحشون شد. متشکرم. روحشون شد و به خاطر همین عقب افتاد کارمون. تازه قبل از اینم باز قبلش سرما خوردی؟ نه بعدش بود. بعدش بود. آره برای همین میخوام بگم آره که مادر بزرگم فوت شد، ما اپیزودو عقب انداختیم. آره. بعد چون موضوع اون اپیزود یه جوری بود که تو همون دوران باید پخش میشد. آره. دیگه هر چی که داشتیم ادیت میکردیم، هر چی داشتیم میرفتیم جلو، میدیدیم که خب اولا که به مزاقمون خوش دیدیم مثلا سر یه وقتایی یه چیزی که خیلی روش مثلا توجه زیادی میکنی اون مثلا یه بدتر هی میشه برات. آره. هی مثلا بهش ازش ایراد بیشتری میگیری. یه روی چرخه وقتی بیفته یه چیزی که هی نشه هی نمیشه دیگه نمیشه. بعد برای همین دیگه گفتیم خب اونم که عقب افتاد دیگه فاصله افتاد، گفتم اشکال نداره اینو اصلا نمیذاریم. آره. باب میلمون هم نیست چه یه کاریه. یه اپیزود جدید که من سرما خوردم مثل همیشه. حالا قبل اینکه محمد سرما بخوره یه روزی پلن داشتیم ویدیو ضبط بکنیم. آره. که نکردیم، که خوبم شد نکردیم، چون وسط اون تایم ضبطمون اگه زلزله اومده این اگه موقع ضبط میکردیم وسطش باز زلزله آره. باز نمیشد. خیلی اتفاقات هست باید تعریف بکنیم. آره احساس واقعا. میکنم نمیدونم چجوری باید وصلش کنیم، ولی از همینجا بریم جلو. از این که من سرما خوردم. آره. یه موضوعی که هست اینه که من زیاد سرما میخورم، یعنی واقعا زیاد سرما میخورم. یعنی الان همه دوستام بهم میگن که آقا تو مگه همین دیروز سرما نخوردی؟ میگفتم اون دیروز بود. امروز با دیروز فرق داره. آره کاملا. و مثل همیشه خیلی عادی سرماخوردگی رفت جلو. گفتیم خب بذار حالا خوب شدم دوباره مثلا میایم ضبط میکنیم که باز یه فاصله افتاد. و من سرماخوردگیم فرق داره مدلش. سرماخوردگی من مثلا 3 روز 4 روزه است. آره. ولی مدتی که بهبود پیدا میکنم 1 ماه است. آره. یعنی کاملا اینجوری که فاز سرماخوردگی قسمت آخرش میمونی. آره مثلا تو بینی. آره. چون حساسیتم چون من آلرژی آره. دارم، برای همین این هی بدتر میشه. این حالت عادی آلرژی دارم، این حالتشو به بدترم میکنه. آره. و بعدش هم دوباره سرما خوردم. یعنی طلسم اعتقاد داری آیدا؟ نداشتم تا این اپیزود. آره. من خیلی الان اعتقاد پیدا کردم. ما طلسم شدیم. نه فقط این کار. انقدر قوی بودیم تو 2 اپیزود اصلا چشمون زدن. من مطمئنم چشم خوردم. مطمئنم. برای همین
ما که من الان سرماخورم هنوزم، یعنی هنوزم دیگه بیخیال شدیم. آره. گفتم دیگه اینجوری الان تو قسمت بهبود پیدا کردن سرماخوردگی دوم قرار دارم. بعد گفتم بخوایم اونم وایسی میشه یه ماه دیگه. گفتم چه کاریه؟ میایم. دوستان ما رو فقط به خاطر خودمون دوست دارن، نه به خاطر صدای زیبا یا هر چیز دیگه‌مون. بله. آره. در همین اگر این که تلسمون کردیم جواب داد دیگه. آره. اگه دیدین وسطش من دارم یعنی رفتم یه تصویر میره رو آیدا در حالی که آیدا حرف نمیزنه، بدونین که اون موقع من دارم فیلم میکنم. مرسی از اینکه باز کردی مثلا. باید بگم دیگه بالاخره یه اتفاقات اینجوری. خب آره این یه بخشش بود. آره. که خیلی این که پروسه این بود که چرا طول کشید ویدیو گرفتنمون، ولی آره. کلا جدا از این تو این یه ماه خیلی اتفاقایی افتاد. اصلا نه اتفاقای لزومنم بعد، حالا بعدش که یکی فوت مادر بزرگت آره. که روحش شاد باشه، متشکرم. یکی دوباره زلزله دوم بود. آره. من اینجا خیلی زلزله اینجا میاد. خیلی زلزله میاد و من واقعا از این قضیه میترسم. یه فوبیای جدید بهم اضافه شده. وقتی که ما دقیقاً اومدیم استانبول، اصلا تا قبلش من نظرم زلزله نمیومد. اونقدر نمیومد. من نمیشنیدم هیچ اخباری. خیلی پا قدم خوبی داشت. آره ما تا اومدیم 1-2 ماه بود، 3 ماه بود بعدش اون زلزله شدیده آره. بود که تو دریای مارمارا. آره. تازه اونجا، تازه تو خود استانبول زلزله نیومده تا الان. آره. هنوز نه. ولی اونجا زلزله ما اینجا خیلی لرزید. خیلی بد بود. ما هم طبقه 14. آره. یعنی 10 برابر. پنت هاوسیم ما. کاش نبودیم واقعا. 10 برابر شدیدتر بود. آره به دوستانی که اگه خواستن تو ترکیه اقامت بگیرن، یعنی بیان سکنا بگزینن. چی میگی؟ نه سکنا گزیدن میشه دیگه. چیزی خواستم ادایی بگم. آره طبقات بالا خیلی ویوی خوبی داره، ولی به فکر ایناش هم باشی. به فکر زلزله باشی. آره. ما اون موقع اصلا به این فکر نمی‌کردیم. ما فقط به ویو فکر می‌کردیم. اگه دقت بکنی این یه ساختمون باشه. آره. این طبقاتشه. خب این مایی اینجاییم. وقتی اینجوری تکون میخوره میبینی این پایین خیلی کمتر، بالا رو میبینی. درست. این علمیه ها. بله. جدی دارم میگم. بچه‌ها پادکست ما علمی هم هستش، یعنی فکر نکنید که فقط ما محتوای زرد میذاریم. همونطور که دیدید من هیچ وقت ما همیشه علمیم. بله ما همیشه علمیم. آب بخورید. سیمبا برو پایین. سیمبا ای بابا این نمیره تا تهدیدش نکنم. خب دوباره سلام. دوباره ما یه کات رفتیم اینجا با بچه هامون که سیمبا و وافل هستن، به مشکل خوردیم. اگه دوباره اذیت نکنه که به نظر میرسه که میخواد دوباره اذیت کنه. آره به نظر میرسه سیمبا از اون روزاشه که قشنگ میخواد اذیت کنه. آره داشتی راجع به زلزله حرف میزنی. آره قبلش بگم که ما کات که میزنیم اونجا عددش رو تغییر میدیم. همین. الان برداشت دومه توی کانال برداشت 4. بله. آره داشتیم میگفتیم راجع به زلزله که من داشتم یک تصویر زیبا علمی نشون میدادم و گفتم آره دوستان خواستن چیز حالا از اون به بعد کلا زلزله های بسیاری داره اتفاق میفته، نه بازم توی خود ترکیه، تو خود استانبول. آره شهرهای اطرافه ولی آره. تشرش به ما هم میخوره هر سری. آره یعنی کلا تو کل زندگی هم همینجوریه، یعنی هر اتفاقی که بیرون میفته رو ما تاثیر میذاره. دوباره علمیش کرد. آره هر عملی یک عکس العملی وجود داره. درست. آره واسه همینم یه بارم اونجوری نشد. آره و دور من سرما خوردم نشد، کلا نشد دیگه. انقدر که نشد که الان بالاخره گفتیم آقا بذار بشه دوباره برگردیم به اینکه آقا مثلا بس دیگه بریم روی یک روال ثابتی. آره دوباره حالا تو چرا موهات قرمز شده، چرا کوتاه شده؟ حالا بس قبل ترشو بعدش برسیم چون این جدیدترین اتفاق رنگ موهام. میخوای کلا از آره میخوام به ترتیب بگم که چی شد که به اینجا رسیدیم تو این یه ماه. چی شده 2 دیگه. آره دیگه. خب بعد از این که سرما خوردی ما چیکار کردیم؟ بار اول دوم بار اول بود دیگه. آره بعد از سرماخوردگی محمد بار اول ما رفتیم یه ورکشاپ عطرسازی آره که خیلی باحال بود که اگه ندیدی میتونی ویدیوشو از این حرکتو بزنم. آره بذار بالا. من اگه اینور باشم میشه اینور بالا. آره خب که باحال بودا ولی نیست نتیجه خیلی لذت بخشی نداشت. یکم احساس کردم رفت تو پاچمون چون که نه تو پاچه ما نرفت.
میدونی مثل یعنی ما استفاده درستی ازش نکردیم احساس میکنم. دیگه مثلا بقیه راضی بودن. 2-3 ساعت ورکشاپ بود، تو 2 ساعت چقدر مفاهیم عطرسازی رو می‌خوایم یاد بقیه ولی خیلی خوشحال بودن داشتن میرفتن. خب منم همون موقع خوشحال بودم تا وقتی دیدم ریاکشن گربای خیابون نسبت به عطر من چیه. ببین کلا پروسه عطر انتخاب کردن یکی از پروسه‌های سخته به نظر من. حالا ساختنش که به نظرم وحشتناک سخته. آره واقعا. یعنی من وقتی خودم میرم، من یک فکتی که وجود داره اینه که من خودم هیچ عطری نمیتونم بخرم. آره اصلا یعنی من اگه آیدا نباشه یه کسی دیگه پیدا کردن خوب نیستی اصلا کلا تو اصلا نمیدونم بویایی، من همونطور که گفتم احساس میکنم به خاطر این قضیه سینوسایی که دارم، برای همین اون قسمت کلا هر چیزی که به بو ربط داشته باشه من توش خیلی بدم. یعنی اصلا غذا میسوزه من نمیفهمم. دوباره صدا داد، چه جالب. ما این سری سایلنت کردیم. ولی این مثل اینکه سر 80% کات نمیزنه، ولش کن ادامه میدیم. آره بعد آره مثلا غذا بسوزه نمیفهمم، خونه بسوزه ظاهری میفهمم، شاید بویی باز نفهمم. بعد الان عطرم همین، مثلا ما میریم توی فروشگاه عطر، مثلا عطر فروشی، بعد طرف مثلا عطرا رو میاره میگه خب بین این کدوم دوست داری؟ بو میکنم نمیدونم. یعنی واقعا اینجوری هم اونجا هم همین بود. اونجا باید این عطرا رو به صورت رایحه‌های مختلفشو بو می‌کردیم که بعد می‌فهمیدیم کدوم رو خوشمون میاد، دوست داریم. آره بعد اونایی که خوشمون میاد و کنار هم می‌ذاشتیم، حالا عطرش می‌کردیم. محمد تو اون مرحله اولم مونده بود که مرحله اصلی بود آخه نمی‌دونست، اصلا اینو به من نشون می‌داد آیدا به نظرت من از این بو خوشم میاد. چه می‌دونم. بعد آخر سر یه سری بوها رو کنار هم گذاشتم، این طرف اومد نگاه کرد گفت چه عطری دوست داری؟ بعد بازم آیده داشت میگفت من چه عطری دوست دارم، گفت عطر مثلا سرد اینجوری اینا. یه چند تا گذاشت کنار، گفتم خوبه آیده دوست دارم، بازم من به آیده بازم نشون میدادم. ولی به هر حال کلا سخت بود. باز برای تو خوب شد تهش. من درست نکردم چون طرف آقای درست کرد. ببین بر من هر چی دستم میومد فکر کنم تو اون عطر استفاده، بعد هر چی هم استفاده کردم از اینایی بود که شدید بود بوش خیلی. خب آره تو همش گل و اینا رو انتخاب کردی. نه همش گل اتفاقا نه. برای من همش ملو بود، جوری که به طرف گفتیم که من تازه من در کنار این که خیلی سرما میخورم سردردم چون زیاد میگیرم، گفتم من سردردی هم اصلا یه چیزی اصلا ملو آب مثلا در این حد یارو گذاشت و من تازه یه دونه خلاقیت به خرج دادم. یه دونه تازه عطر این بوی گلی چیزی هم بهش اضافه کردم. و طرف اومد بو کرد گفت نه این نه، یعنی همونم دورو برداشت. خب برای همین در واقع عطری که تو میگی خوب شده طرف درست کرده، من که درست نکردم که. برای من حالا من اونجا خوشحال بودم، اونجا که عطر ساختم اونجا بودم که چقدر بوش خوبه. نه آخه طرفم خیلی تعریف کرد، خیلی اونم تعریف، مثل آرایشگرا دیدی آرایشگر میری بعد موهاتو خراب میکنه. اسپویلر الرت. موهاتو خراب میکنه بعدش میگه که چقدر خوب شده. اونم همین بود، اونجا عطر افتضاح بود ولی یارو خیلی عطر واقعا عطر بی‌نظیریه. آره من همینجوری بودم که خب حتما هست دیگه. تازه همونو می‌خواست 100 میلم بهمون بده. آره می‌خواست 100 میلشو اونو دیگه می‌خواست بکنه، اون واقعا می‌خواست بکنه تو پاچم، واقعا اونو واقعا قبول دارم. همون 50 میلش کافیه. زیاد راضی. بعد تو اولش خیلی راضی بودی. اولش راضی بودم، ببین عطر رو زدم، بعد چون خیلی راضی بودم زیاد زدم. مثلا اینجوری نبودم که بگم خب ببین یه دونه اول امتحان کن. بعد اولا که بعد یه تایم خودم سردرد شدم چون میگم همشون از این عطرایی بود که قوی بود. آره خیلی تم زد. چی؟ تم خیلی زد اینطوری شد یا تت. آره good luck in edit. مرسی. خب بعد دیگه عطر رو زدم رفتم بیرون و اومدم گربه ها رو ناز کنم. ببین یکیشون بهم فیش کرد، بعد بقیه اینجوری بودن که چی؟ رفتم تو همون ویدیو میتونیم ببینیم قشنگ این استقبال گربه ها از آیدا رو تو همون ولاگ عطرسازی که این بالا ویدیو شد. آره البته میگم تو عطری که درست کرده بودی خوب بودا ولی قدرتی، یعنی مثلا اگه هر کدوم قبول کنیم ببین مثلا تو مثلا چند تا رایحه رو با هم دیگه قاطی کردی، بیا قبول کنیم که خوب نبود. نگاه کن سیمبای خراب، سیمبا اون پفک منه. در نظر بگیر که تو چند تا در واقع رایحه رو اگه بذاره چند تا رایحه رو آخه این اینجاست، اون یکی هم اونجا دم ظرف غذاشه داره این میذاره ظرف غذا. ساعت چنده مگه بابا غذا خورده حتی گوش نشونه. آره ولی یه دقیقه صبر کنید، آدم باید صبر کنه تو زندگی.
البته اینا حیوانن ولی خب باز من برام غذا بریزم بیام. بریم برداشت سوم. داشتم میگفتم خب برداشت سوم بله. بفرمایید. عطری که تو درست کرده بودی بعد چی میشه به برداشت چهارم برسیم جایزه میگیری؟ 4 باحال میشه. آره. ولی ما خیلی رسیدیم تو 2 تا اپیزود اول که 4 رسیدیم. اپیزود اول خاص به اون برداشت چهارم نبود. دیوار بود راست میگی. آره نه باحال میشه. دست میزنیم آره. به فیلیر بودن این اپیزود. به شکست های پذیر بودن. اصلا میگن این یک مثالیه که میگن باخت واسه مرده. حالا تو زنی ولی میتونین برای تو هم استفاده. باخت واسه بشریته. باخت برای بشریت مثل یک پله است به سوی موفقیت فکر کنم. یعنی مطمئن نیستم دارم چی میگم ولی مثلا اینو خواستم بگم. میخوام به روحیه بدم نمیذاری. عطری که تو داشتی تو در واقع چندین رایحه بود. بله. که اگه اونو تقسیم بر 3 کنی عطر تو یعنی رایحه ها 3 تا عطر ازش در بیاری هر کدومش خوب بود. خوب میشه. بعد یه تکنیکی برای عطر زدن دیدم من توی اینستاگرام. یه آقایی بود خیلی قشنگ یاد میداد. میگفت عطر رو باید مثلا یه پیس بزنی و یه دونه از راه دور به پشت پیس بزنی یه اینجوری کنی. همین. من 2 تا پیس زدم داشتم تو خفه میشدم. مثل اسپری آخه استفاده داشتی می‌کردی. یعنی مثلا قشنگ کل بدن تو زدی. ولی تجربه باحالی بود. نه خوش گذشت. آره واقعا خوش گذشت. تجربهش تجربه باحالی بود. با اینکه حالا به ثمره خاصی نرسید ولی باحال بود. ولی بازم امتحان می‌خوای بکنی در آینده. خودم میخوام برم پکیجای عطرسازی بگیرم. بعد خودت بود دیگه. آره دیگه انقدر آزمون و خطا کنم که بالاخره یه عطر خوب ازش در بیارم. یه چیزی بشه. بازم خوبه. خب بعدش چی شد؟ بعدش هفته بعدش شد و هالووین بود هفته بعدش. درسته؟ فکر کنم. آره. انقدر گذشته ازش یادم نمیاد. آره خب. که یه دونه فستیوالی من دیدم. آره اینجا توی اطراف شهر بود. و فستیوال هالووینی بود. البته کمپ بود. ولی خب ما یه روزش رو رفتیم دیگه ببینیم چیه. هالووینم آره یعنی برای خارجی هاست ولی حالا خوش گذشت. من به عنوان یک نمیدونم چی ظاهر شدم فکرم که هرچی دم دستم بود اونم ویدیوش هست. اونم ویدیوش این بالا میذاریم ولاگشو بله اگه خواستید ببینید. امروز فقط ویدیو تبلیغاتی بود. آره برای اون یکی پیجه بود. این برای چی نداری. خب بعد رفتیم و خیلی خوب بود نه اونجا مثلا نه آره خوش گذشت. آره ولی من دوباره بعدش نیمه اولش هنو به قسمت بعدش نرسیدم. آره. نیمه اولش اگه میکروفون من میبینید داره تکون میخوره به خاطر اینکه سیمبا اینجا داره تصویر نیست دوباره اذیت میکنه. آره مثل همیشه. خب مثل همیشه این نویزت میفته سیمبا به نظره عالیه. داره خودشو میخارونه. خب بعدش رفتیم گفتم بعدش رفتیم. آره نیمه اول فستیوال هالووین زیاد جالب نبود. انقدر جالب نبود که من اینجوری یه گوشه افتاده بودم و داشتم به تصنیع اشتباه زندگی فکر می‌کردم. تکیشون. آره این دومین باری که داره چیزی تو پاچم میره به خاطر تجربه های جدید. چون هفته پیشش هم عطر رفته تو پاچه. دقیقاً. آره داشتی فکر می‌کردی که یه چیز دیگه هم داره میره تو پاچه. ببین چون توی برنامه‌اش نوشته بودن مثلا ساعت به ساعت برنامه‌های متفاوت دارن. مثلا ساعت اول یوگا که یوگاش زیاد یوگا نبود. داشت داد میزد خانومه داشت داد میزد. یعنی چه یوگاییه که یه خانومه مثلا پاشه خیلی ترسناک بود. آره. و آخه مثلا کی میره کمپ بره یوگا؟ خب من میخواستم برم حقیقتا. یعنی چی رفتم بعد دیدم اینجوری رومو برگردوندم و پلنم عوض شد. باش خب آره بعد مثلا دست تو نمیفهمی طرف داره چی میگه چجوری میخوای اجرا کنی. بقیه رو نگاه میکنی. خب ساعت مثلا بعدش یه ساعت والیبال بود یه ساعت ورکشاپ بود ولی تنها چیزی که ما تو کل روز تا عصر دیدیم والیبال بود. آره یعنی والیبالش خیلی دوست داشتم. همه داشتن فقط والیبال بازی میکردن. من بازی نکردم ولی بلد نیستم. دوست داشتی بازی کنی؟ نه. بعد یه سری ورکشاپ هم داشت. من میگفتم آخ جون میریم ورکشاپ هالووینی. بعد تایم ورکشاپ رو اعلام کردن. بعد نگاه کردم دیدم که همه مثلا بچه‌ها انقدر آخه یه میزم بیشتر بلند نکردم بردن یه میز. آره. بعد ماسک داشتم با هم دیگه رنگ می‌کردن. خیلی من دوست داشتم این کارو بکنم. روم نشد ولی همشون بچه آخه تو قیافت چهرهت یعنی بیبی فیسه
بیبی فیسی خوبه اتفاقا دوست کلی از ندارم اندازه بچه مثلا 10 ساله بیبی با فیس همه باشه. خانم‌ها رو دوست دارن، همه فکر میکنه 10 سالشون بود نه مثلا. هیچ خانمی دوست نداره کسی. من مطمئنم هست. همه دوست دارن بگن که وای تو چقدر کوچولویی مثلا اینا. تو که حالا واقعا قیافت کوچولو میزنه میتونی استفاده کنی از این به هر حال قابلیتت. دیگه اونم نشد دیگه. فقط عصرش بود که عصرش که کاسپلیرها جشن جشن کاستوم چیز پلی. مسابقه اون کسایی که کاستوم پوشیده و بودن. من هی به آیده گفتم برو و نرفت. اینجوری یه فرش قرمزی بود که اونایی که کاستوم پوشیده بودن ازش رد می‌شدن، بعد مثلا بقیه دست می‌زدن، در دست کسی نمی‌زد البته، میرفتن میومدن بعد عکس می‌گرفتن ازشون. بعد محمد اونجایی برو، من اینجوری بودم که محمد من خودم نمیدونم چیم تحت چه عنوانی برم اونجا. با فان بود دیگه، باحال بود. مثلا میگفتین که چه تجربه باحالی رو کسب کردی حداقل. اصلا جالب نمیشد اگه میرفتم. ولی کلی از این آدمایی که مثلا کاستوم اینایی خیلی خفن بعضیاشون میپوشتن اومده بودن، بعضیاشون نه، بعضیاشون مثلا یه نقاب زده بودن ولی خیلی خفن بود، باحال بود. آره برای ماهایی که برای منی که ندیده بودم خیلی جذاب بود. دقیقاً خیلی جالب. آره و بعد از اون من سرما خوردم. بعد این مسابقه هم گذاشتن، اون که دامبلدور بود برنده شد. آره دامبلدور به خاطر یه تکنیک خیلی حرفه‌ای بود، یعنی اومد اون عصایی که در واقع نوشیدنیش بود خیلی جذاب بود. سیمبا یعنی امروز عزمش رو جزم کرده که نذاره ما این ویدیو رو. آقا سیمبا تو قسمت‌های قبلی میخوابید خدا رو شکر. آره امروز ولی امروز میخواد حضور مستمر. امروز البته چون ما زودتر ضبط کردیم تایم خوابش نیست هنوز. آره برو بخواب برو. آره و بعدش من سرما خوردم. بعدش دوباره محمد سرما خورد. یعنی من به خوبی داشتم میرسیدم. آخرای سرماخوردگی اولت بود. آره خوب شده بودی تقریبا. بعد گفتیم اونجا خب دیگه میریم هالووین برمیگردیم اپیزود جدید رو ضبط میکنیم. بله. بعد سرما خوردم. بعد تو که سرما خوردی این دفعه منم سرما. آره آیدم سرما خورد. ولی اینو میخواستم بگم، آفرین، بهترین جای یعنی صحبتمون رسیدیم. همیشه این روی صحبتم با آقایونه، همیشه ما آقایون رو مسخره میکنن، چه در ایران چه در خارج. یعنی اینستاگرامو بری پره که مردها وقتی سرما میخورن خیلی لوس میشن میخوابن و مردها وقتی واقعا مثلا این چون یه زخم دیگه ای بردارن براشون مهم نیست ولی سرما میخورن میشن بچه، و زنها توی مثلا سرماخوردگی خیلی قوی هن. چون واقعیته. من به یک حقیقت دیگه رسیدم، سرماخوردگی مرد و زن با هم فرق داره. نه بابا چی فرق داره؟ مطمئنم فرق داره. شماها ضعیف‌ترین صرفا. برو ببین اصلا امکان نداره. یعنی مردها الان، یعنی آقایون و پسرها و هر کسی که مرد باشه میتونه بفهمه که آقا ما وقتی سرما میخوریم واقعا رو به موتیم. یعنی واقعا اینجوری که داریم میمیریم و واقعا این حسه. و آیده مثلا سرما میخوره تازه بلند میشه موهاشو کوتاه میکنه، بلند میشه مثلا چون ساز میزنه نقاشی میکنه. اصلا امکان نداره این قضیه. تمام کارهایی که مثلا اینجوری در حالت عادی دوست دارم انجام بدم اون انجام موقع سرماخوردگی انجام میدی. ولی مثلا من سرما که میخوام واقعا نمیتونم هیچ کار دیگه ای بکنم. یعنی واقعا اینجوری که دوست دارم این کاری حتی دوست دارم برم مثلا فیلم ببینم ولی حالش نیست، یعنی انرژی وجود نداره. برای همین میگم قطعا، یعنی من میخوام یک تحقیقاتی رو شروع کنم و تفاوت سرماخوردگی مردها زن. من مطمئنم یه ژنی این وسط باشه، یه چیزی باشه از دوستانی که الان تحقیقات چی ان؟ محقق تحقیقات چی؟ این اضافه شد به دایره لغات قبلی. چی بود قبلی ها؟ یادم نیست. یه چیزی گفتیم. چیز؟ نمیدونم توی نتان چیز ویدیوی قبلی الان پیدا میشه. محقق، دکتر، حالا هر کس. من حاضرم، یعنی پولم ندارم بخوام روی سرمایه‌گذاری کنم ولی با هم دیگه به یک اکتشاف بزرگ میرسیم. ما اسپانسرتون میشیم با این همه ویویی که داریم. آره من میام شما میتونید تحقیقاتتون انجام بدید و آره اصلا تمام مردهایی که دانشمند و محقق هستن و دکتر هستن مطمئنم حاضرن که از جون و خون و گوشت و مالشون بذارم و این تحقیقات رو انجام بدم، چون من مطمئنم خب اگه تهش به این برسن که مردا چون ضعیف‌ترن چی؟ ضعیف نمیتونین ضعیف باشید. چرا دیگه از نظر سیستم ایمنی میتونید ضعیف‌تر باشید. آخه برای کی گفته اینو؟ خب چون منطقیه دیگه، این بهش فکر کنی وقتی منو اگه بگی آره من ضعیفم. نه کل این یه چیز کلیه. همه مردا وقتی که ندیدی کلی ریلز ازش تو اینستاگرام، مردا که مریض میشن همش میافتن یه گوشه، بعد همون مریضیه رو گرفته از خودش داره. نمیدونم این یک باگی وجود داره. به نظر من این باگ زمانی حل میشه که این تحقیقات من شروع بشه. تا اون موقع من نو کامنت هم، یعنی هیچ
کامنتی نمیدم. آره ولی آره یه سوال تو الان مثلا یه چیزی چون تو مردا این هست، ما همه اینجوریم، خب بین سرماخوردگی یکی سرما بخوری یا اینکه یکی از انگشتات قطع بشه کدوم انتخاب میکنی؟ خب قطعا سرما بخورم، چرا باید انتخاب کنم؟ اینجا تفاوت مردها و زنها مشخص میشه. محمد واقعا داری الکی مطمئن نه، یعنی من همین مطمئن هر مردی رو بگی محمد نه میاد میگه آ من حاضرم انگشتم قطع شه سرما نخورم. انگشتت قطع بشه برای تا آخر عمره، ولی ما حاضریم، به هر حال یه ما آقایون حاضریم توی جنگ‌های صلیبی شرکت کنیم و شمشیر از این ما بره تو از ما بیاد بیرون و جوری رفتار میکنیم که این که چیزی نیست، این یه زخم کوچیکه، اینو حاضریم تحمل کنیم ولی حاضر نیستیم سرماخوردگی رو تحمل کنیم. این واقعیته. محمد تو تون ماهی انگشت تو برید بعد داشتی پس میافتادی و راضی بودم از این اتفاق، یعنی حاضرم یک بار دیگه اتفاق بیفته ولی حاضر نیستم سرماخوردگی بخورم تو امسال. بابا سرماخوردگی تموم میشه و اوکی میشه ولی این اتفاق نمیشه آخه. اوکی اینجوری نگو واقعا، چون میفته ها. من دقیقاً اون روزی که سرما خوردم دیروزش اینجوری بودم که چقدر دلم میخواد سرما بخورم. آره آیده دقیقاً همین جمله رو گفت. بعد فرداش سرما خوردم. من اینجوری که تو که از یه چیزی خاصی یا یه چیز دیگه می‌خواستی. پولی خیلی عجیبه. مثلا میگفت من دلم میخواد مثلا فردا پولدار بشم مثلا، چون فردا دوست دارم مثلا فرض کن یوتیوبمون بشه 1 میلیون سابسکرایبر. آره میتونستم ولی مثلا اینکه خرج این شد دیگه. ولی دقیقاً هر وقت چیزی که بدی میخوای اتفاق میفته. آره. بر هم با یه چیزای بدی بخوای که تو اون بدی منفعتی برات باشه. مثلا اینجوری بگی، مثلا به جای که بگی پولدار بشم بگی که کاش میشد که من یه آدم تنها بدبخت پولدار میشدم. خب بازم یهو تنها بدبخت میشدی. پولدار نمیشدی. خب این باگ خلقت بازم. آره حواسمون باشه چی داری. چون میگم نمونهش اینجا نشسته. و میرسیم به قسمت جذاب ماجرا. بله. موهای من همون موقعی که سرما خورد، یعنی همون شب، من همین داره میگم فرق داره، اصلا امکان نداره. شروع کردیم موهاتو کوتاه کردن. آره ببین من چرا؟ من تقریبا از دوره چرا که من میدونم 19 سالگی از زمان 19 سالگیم به بعد موهام کوتاه بوده. 19 سالگی موهام تا کمرم بود، بعد دیگه از موقع بعد همش کوتاه. بعد با من که آشنا شدی زدی موهاتو. دقت کردی تا حالا به این موضوع از این زاویه نگاه کردی که چرا وقتی دقیقاً با من آشنا شدی موهاتو زدی؟ چی شد؟ نمیدونم ولی خب فهمید که موهاشو دوست دارم. موهاشو کوتاه کرد. واقعا مریضی تو واقعا کرم داشتی این کارو کردی. نمیدونم موی کوتاه همیشه آخه دوست داشتم. بعد میدونی که ما بابای ایرانی باها همیشه دوست داشتی که دقیقاً بعضی که ما آشنا شدی دوست داشتی. نه آخه واقعا خانواده های مامان های ایران این یه چیز مطمئنم است کلیه. مطمئنم همه مامان های ایرانی اینطوریان که دوست ندارن دختراشون موهاشون کوتاه بکنن. خب آره ولی ما زمانی که ازدواج بکنی این حرف درسته. ما زمانی که دوست شدیم تو رفتی موهاتو کوتاه کردی، هنوز تو خونه مام بابات بودی. یعنی نمیدونم بعد از 19 سال یهو تصمیم گرفتی موهاتو کوتاه کنی. بابا قبل اونم موهام کوتاه بود، عکسای بچگیمو ندیدی اینطوری چتریه خب اون مال دبس. آره منم موهام کوتاه بود ولی خب میدونی از یه سال نیم بعد دیگه بلندش کردی. من سوالم این که چرا دقیقاً ما آشنا شدیم موهاتو کوتاه کردی؟ دیگه دوست داشتم دیگه بابا. خب باش بفهم. آره. بعد من موهام داشت دوباره بلند میشد، بعد دیدین که موهاتو که کوتاه میکنی اولاش خیلی باحال حال میکنی و بعد یه مدتش میگی دیگه من میخوام موهامو از این به بعد دیگه بلند میکنم، تموم شد دیگه قرار نیستم موهامو کوتاه بکنم. بعد بر من این دوره حدوداً 1 ماه طول میکشه، یعنی بعد از 1 ماه من دوباره موهامو کوتاه میکنم. این همون صحبتیه که بذارین برای که متوجه بشین قشنگ. کسایی که سیگاریان، کسایی که رژیم میخوان بگیرن همیشه این صحبت‌ها رو میکنن، میگن که من از فردا دیگه سیگار نمیکشم یا مثلا این آخرین بار مثلا نوشابه میخورم. فرض کنید حالا اینو قضیه رو همیشه برمیگردنی آیدا همینه. آره. هر سری ماش بلند میشه دیگه موام کوتاه نمیکنم. دیگه همون موقع است که شما بر رعشه به تنتون بیفته، چون دقیقاً همون شب آیدا، یعنی همون شب نه تو هفته پیشش بود، 2 هفته پیش آیدا گفته بود که من دیگه نمیخوام موام کوتاه کنم. و از همونجا میدونستم قراره این اتفاق دوباره بیفته. حتی یه بار تو بهم گفتی تو دیگه به من باور نداری. آره. حالا فهمیدی چرا؟ نمیدونم چرا واقعا. بعد دیگه آره خودم من نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم چرا که من دوست دارم خودم موام کوتاه کنم. البته الان که بهش فکر که منطقیه. فقط تو نیستی، فکر کنم همه دخترای دیگه هم این کارو میکنن. نمیدونم الان که بهش فکر کنم منطقیه، یعنی تصمیم درستی بود که میخواستم خودم موام کوتاه کنم.
بعد دیگه خودم اون شب پا شدم رفتم دست به قیچی شدم و موهامو کوتاه کردم. در نظر بگیم که روز اول سرماخوردگیشم بوده. آره بعد دوست داشتم چتری بزنم دوباره چون خیلی وقت بود چتری نزدم. یک چی میگه نظرسنجی تازه گذاشت. آره من تو اینستاگرام هم نظرسنجی گذاشتم که با چتری یا بدون چتری، که با دلیل چتری بزنه. آره. چون من میگفتم نزن چتری. آره بعد گفتم خب یک نظر کافی نیست، چون نظر خودم این بود که من خودم چتری میخوام. یعنی عملاً موهاش که بلند بود بعضی که با من آشناشو موهاشو کوتاه کرد. نه تو چتری هم دوست نداری؟ چتری هم دوست ندارم، چتری هم میزنه. مشکلت با من چیه؟ دقیقاً دیگه من خب بخاطر واقعا دوستم، من همیشه بچه بودم چتری یعنی من با چتری بزرگ شدم. تو رو برای چتری میزدن. خب دیگه این بخشی از شخصیتم شده چتری. من همه عکسای بچگیمون رو بخونی چتری دارم. عکسشو میذارم. خب بعد دیگه آره پا شدم اینجوری چتری زدم. چتری صافم نه، از این دیگه من حرفه‌ای شدم. چتری از این چتری زده مدل آره. پرده‌ای بهش میگن زدم. بعد پرده‌ای؟ آره پرده یعنی کشیدنی این شکلی. نه اینجوری دیگه صاف نیست، خطی نیست. اونایی که صافه فکر کنم از این پرده چیزا باشه اینجوری بالا پایین کرکری. آره. خب بعد پشت موهام هم اینجوری، بقیه‌اش هم اینطوری حالت باب. منم کمک کردم. آره باب اینجا رو کوتاه کردم. بعد دیدم پشتش خیلی قیچی قیچیه. به نفعت بود که اینجا رو نمیگفتم چون بعدم میفهمی چرا. بعد گفتم که خب من پشت موهامو نمیرم، میتونی بیای. بابا محمد خوب زدم. بعد محمد اومد زد و اینا. من قشنگ من خیلی حرفه‌ای اومدم پشت موهاشو دیدم. آره. پشت موها چیز بود دیگه، کاملا پشت موها قیچی بود. آره صافش کردم. صافش کرد. پس چی؟ آخه جالبه چون من فراش کردم آرایشگاه، یارو میگفتش که چرا انقدر قیچی پشت موهات. اون خودت کردی آخه. یاد باشه یه بار به قیچی دادم خودت بازی زد کوتاه که اونجا خرابش کردی. شاید آره میتونه اونم. خودت گفتی خورد کن این شکلی. آره. خورد کن. آره. شاید اون بوده، مگر من کارم اولش درست بود. نمیدونم. به هر حال آخه من خوبم شد. بازم من گفتن قشنگه، اوکیه. و گفتن خوبه، همینجا بسه. تمامش کنیم ماجرا رو. بعد اینجوری بودم که خوبه دیگه، مثلا یه مدل بابی زدم اونا. بعد خوشحال هپی اینطوری. بعد فرداش ویدیو کال کردم به مامانم. بعد مامانم دیدم که داره میخنده بهم پشت تلفن. گفتم خب این بده. من برم این اشتباهو درست بکنم. من خواب بودم چون روز تعطیل بود اون روزا. بعد چرا سبزی پشت داره تکون میخوره. آره ان که سیمباه. آره و خواب بودم. بعد آیده من بیدار کرد، گفت من دارم میرم آرایشگاه. من قشنگ اینجوری بود که اینو دیدم گفتم بعد گفتم خب داره میره مرتب کنه دیگه. یعنی قصدم این بود، واقعا قصدم این بود که مرتبش کنه. نه آیتا اوکی من خوب نزدم مثلا واسش، میخواد بره مثلا چون اونا رو صاف کنه یا درست کنه. سلام بابا. سلام. آره بعد گفتم خب اوکی. بعد دیگه خوابیدم دیگه. گفتم که بعد دیدی آرایشگاه خانوما معمولا بالای 5-6 ساعت. عالیه. خب برداشت 4 رو خیلی لوسه میدونم. اتفاق خیلی لوس بود. ولی خب چی میگفتم؟ داشتی میگفتی که میخواستی به من گفتی که میخوام برم چیز کنم، موهام مرتب کنم. واقعا هم قصدم این بود. قصدم این بود که برم موهامو کوتاه مرتب کنم. اینجا باغ وحش من واقعا تمرکز نداره. یعنی سیمبا و وافل هر کاری که تو زندگیشون نکردن دارن میکنن. آره دارن میکنن. تا حالا اصلا تو قسمت قبلی این کارا رو نکردن اصلا. خب بعد میخواستم برم موهامو مرتب بکنم. رفتم آرایشگاه دوباره. رفتم آرایشگاه. بعد گفتم که ببین حالا من دارم این هم پول میدم، فقط در حد مرتب سازی نباشه دیگه. یه عکسی نشونه طرف حلالش کنی دیگه. آره که مثلا مدل موی اینجوری حالت شلخته بلند طوری بود. آره با مثلا چتری شلخته و بلند. عکسشو میتونی بذاری. عکسشو میذارم. و یکم اونطوری که میخواستم پیش نرفت.
خیلی شبیه. الان عکسشو بذاری بغل هم دیگه عین همه. آره. یعنی الان قشنگ خیلی شبیه. اون مدل مویی که میخواست آیدا دقیقا همونه. آره بابا همونه. یه ذره کوتاه. یه کوچولو. ببین قیچی اولو زد من گفتم که اوه نو دیگه دیره دیگه. چرا آرایشگر اینجوریان؟ چرا چیزی که بهشون نشون میدی واقعا بابا یا بگو نمیتونن. با احترام به آرایشگرای خوب که ما ندیدیم هنوز. آرایشگری چرا این کارو میکنید واقعا؟ یا بگو آره. نمیتونم. ببین مثلا این چیزی که بهم نشون میدی من اینو نمیتونم. من میتونم برات پسرونه بزنم. آره. که من اون موقع میگم یا آره یا میگم که نه با همین قیچی که نمیخواد بگی نه. میخواد بگه آره فقط. ولی میخوان عمل انجام شده بکنن. است. توی قضیه عمل انجام شده است دیگه. تو رو میذارن تو عمل انجام شده که آخرش هم ازت تعریف هم میکنن. زلزله که نمیاد نه. نه با اونه. سیمبا. آره اون همش داره تکون میخوره این ور اون ور. همونطور که میبینید فوبیای زلزله من همچنان. آره آرایشگر خیلی عجیبه. یعنی ببخشید ولی حالا کلا قش جالبیه. نه جدی اون چیزی که سورپرایز میکنن آدمو. همون دیگه. چرا مثلا یه چیز دیگه؟ آره. چرا واقعا؟ من قشنگ بچگی یادمه که هر سری میرفتم که مثلا می‌خواستم یه مدل دیگه ای بزنم باز آلمانی میزدم. نه چرا، یعنی بای دیفالت آلمانی بود موقع. بغل خالی بالا یه ذره مو داشته باشی. این آقای فکر کنم فقط مثلا یه مدل دو مدل بود تازه. آره یه آقای کچلی بود یعنی. ببخشید ناز کنیم. بعد چرا آرایشگر کچل خیلی زیاد شدن؟ من کلی دارم میگم. نمیدونم من احساس میکنم که شاید چون خودشون مو نداشتن رو موی آدمای دیگه بیشتر میتونن تمرکز کنن. مردا چیزن جنبشون بالاست. بگو راحت باش. مطمئنی؟ آره بابا. نه تا فوش میدن. آره خلاصه که بعد میبینید اینی شد که شد و من تو مسیر برگشت خونه بغض داشتم کامل و داشتم خودمو نگه می‌داشتم که فقط برسم خونه. کات این ور ماجرا من خواب بودم. تو از این از دید خودت تعریف کن. من دید خودم خواب بودم. مثلا فارغ ز دنیای ز قوقای جهان فارغ بودم. بعد رسی خونه. در زدم محمد در وا کرد. در با خواب آلودگی باز کردم. بعدم آیدا داره گریه میکنه. بعد خودش رو نگاه کردم دیدم این دوباره مواد کوتاه شد که چرا؟ بعد دیگه خب بغلش کردم بهش انرژی دادم گفتم مواد خیلی قشنگه خوشگله جیگر شدی و انقدر گریه کردم چون من یه بار مدل رو زده بودم می‌خواستم برم تا تک نه بزنه برای خودش می‌خواستم تا تک کنم چون یه بار من قبلا این مدل رو زده بودم. بعد خیلی اونایی که این مدل مو رو زدن میدونن که بلند شدنش چه پروسه عذاب آوری داره و من دیگه نمیخواستم وارد اون پروسه هیچ وقت تو زندگیم بشم. بعد اینو که زد همش تو کل مسیر داشتم به پروسه بلند شدن موام فکر میکردم. صدای رد پای وافل اشکال نداره. خب اینم صدای بوق صدای بوق ماشینایی فکر کنم پلیس. امروز واقعا عجیب بوده. آره خیلی اتفاقات عجیب داره میفته. آره نمیدونم خیلی صدای احتمالاً تا چند دقیقه دیگه احتمالاً اذانم باشه، یعنی اذانم صداش بیاد. آره ملکوتی میشه فضا. آره قشنگ میشه. بعد حالا اینم بگو دیگه، تو که تا من رو گفتی دیگه، بعد بگو که من چه کمک عظیمی کردم بهت. آره بعد من اومدم همون قهوه‌ای بود دیگه. بعد دیدم که خب الان خیلی دیگه شبیه داداشمم. نه آرتی موش بلندتره. حالا باز به هر حال اونم حتی داداشم موش اصلا بلندتر. آره. دیگه گفتم که من همیشه دوست داشتم اگه یه بار دیگه تو زندگی موام کوتاه میشد قرمزش میکردم. بله. بعد دیگه و اینجا من وارد ماجرا شدم. من توی رنگ کردن دارم به درجه استادی میرسم. الان فعلا چیزم. یا آرایشگاه بزنیم نه؟ فقط رنگ میکنم. رنگ چیزا کوتاه میکنم دیگه. تو بخش حتی آرایشگر آره اوکیه بابا بهتره انجام حداقل اون مدلی که می‌خواستم داشت. من فقط میتونم رنگ کنم ولی رنگ کردن که رنگ آماده بیارید، یعنی دکولور مکولوره من بلد نیستم. یعنی رنگ آماده اونم یه برند خاص می‌خرین میاری اونم ان شاءالله توی تلاشای بعدی. آره من رنگ میکنم براتون و خیلی قشنگم رنگ میکنم خداییش. آره خدایی قبول کن نمونه کارمه. آره نمونه کار. آره. خلاصه این شد که ما الان امروز خدمت شما بودیم. آره حالا منم در آینده تغییری میکنم. اونو دیگه آنچه خواهید دید. من ما کوتاه کردم. آره تو کوتاه کردی. آره من کوتاه کردم. البته خب یک ماه ندیدم و اهمیتی کسی به مو مردا نمیده واقعیتش. ما اینجوری یا کچل یا
مودار. اگه غیر از این باشه زیاد بر بقیه اهمیتی نداره واقعیتش. ولی من کوتاه کردم، اتفاقا رفتم خوشگلی کردم. همون موقعی که کوتاه کردم تصمیم گرفته بودم که بیایم ضبط بکنیم که سرما خوردم. آره که سرما خوردم. آره چون دوباره موقع خیس بود و رفتیم فستیواله، اصلا یه اتفاق دیگه افتاد. ولی قشنگ شدی. ولی الان همه دارن بهت میگن که میاد. آره دیگه بقیه چون استوری گریه‌مو دیدن دوستانم میتونن بیان بگن که بهش میاد که خوشحال شه، خوشحال تر شی در واقع. یا اینکه میتونن با نظرات منفی خود به نفسم از این دیگه هست صفر کنن، داغون‌تر کنه. آره به هر حال پذیرای نظرات شما هست. ولی خلاصه خوبی بود از اینکه چه اتفاقاتی افتاد. آره دیگه این اپیزود آنچه چی گذشت چی شد قسمت 2 بود. آره چی شد قسمت دوم بود. حالا توی قسمت بعد امیدوارم دوباره یک ماه فاصله نیفته که چی شد قسمت سوم بشه. ولی قسمت بعد قسمت ویژه است. اگه گفتی چرا؟ چون قسمت 4 قسمت 4 برداشت 4. آره دیگه. باریکلا خوشم اومد. آره. خوشم اومد. ایده‌تو دوست دارم از همین الان. برنامه‌ای هم داری واسه خوبه. ایده‌هاتون رو بنویسید بچه‌ها، ما واقعا ایده‌ای نداریم. ما واقعا ایده‌ای نداریم. لطفاً بنویسید. آره یعنی الان اگر این مدت هم نبود آره. بگید دیگه یه تاپیک بگید ما همونو میریم. حالا ممکنه یک تاپیک خیلی عجیبی بگن. بابا بریم تحقیق کنیم البته. میتونیم تحقیق. آره ولی من اون گروه هم دوستانی که دکتر محقق هستن لطفاً کامنت بذارن، باشون در ارتباط هستن که حتما راجع به این پروژه عظیمی که سرماخوردگی مردها و زنها با هم دیگه متفاوت هست با هم صحبت بکنیم، تحقیق بکنیم، بریم یه 400 تا مرد بیاریم 500 تا زن بیاریم، اینا رو با هم دیگه تحقیق بکنیم. خیلی عادلانه مثلا بعد برابر باشه عموما چرا؟ حالا کلی دارن نه 400 500 تا کلی، منظور اینه حالا یه مرد نه 400 تا مرد 400 تا زن 500 تا بعد 400 تا مرد و زن رو بعد چیکار کنم؟ مثلا بهشون سرمو بدیم مثلا بهشون بگیم که قراره مثلا بشوریمشون بعد بزنیم جلو پنکه مگه راجع موش آزمایش کنیم بشوریمشون بزنیمشون چجوری بهشون سرمو بدی؟ نمیدونم دوستای محقق لطفاً توی این مسیر آماده به ما یاری بدید. یا اینکه من میتونم سرمو شما زیاد سرمو میخورم دیگه ناقل باشی. آره ولی خب نمیشه فقط مردا رو میتونم ناقل کنم. مردا رو چجوری میخواینا بهشون خیلی دیگه داره دارک میشه اپیزودمون. ولی میشه این کارو کرد. به نظرم همینجا ببندیم اپیزود. ولی واقعا جدی من تحقیقاتو از همین شروع میکنم. باش. و تو هر قسمت میگم که به کجا رسیدم. باش. قبوله؟ قبوله. بدرود. خداحافظ.